الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید است که صحت و عافیت داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. همانا صحتمندی یک نعمت است که الله متعال نصیب همه ما شما بگردانه و واقعا وقت ما به فامیل ها میاییم و میبینیم که صحتشان خوب نیست و دی شرایط زمستان حتی وسایل به خاطر گرم کردن نیست و مریض هم داشته باشن، واقعا دشوار است که اشک هر کس را از چشمانش سرازیر می سازه. عزیزان گرانقدر، ما از طریق باران رحمت به یکی از خانواده ها آمدیم. یک خواهرک ما اینجا هستند که همراهش مادرش انشاءالله صحبت میکنیم. سنشان 18 ساله است و واقعا از تکلیف بسیار مزمن رنج میبرند و این خواهرک ما اینمطور که شما به تصویر میبینین در جای خود افتاده و توان حرکت نداره، زخمه های بسیار زیاد عمیق در وجودش است. متاسفانه شاید در کمره همی تنفس ما معلوم شود که خانه چقدر سرد است، با مشکلات اقتصادی هم دچار هستند. من صحبت ها را امرای مادرشان شروع میکنم، ببینیم که مادرشان چی گفتنی ها داره. خاله جان سلام علیکم. سلام بخیرتان. میشه در مورد این دخترک صحبت کنین که چی تکلیف داره، از کجا شروع شده و دکترها در این مورد مریضیشان چی گفتن؟ دخترکم 10 سال میشه که دینمی مرض دچار است. این دانای کلان مبرا، ما فکر کردم که دانای میکروبی است. 2 سال میشه که ما فهمیدیم که سرطان است. دیگه در شفاخانه که میرم 4 شفاخانه مرا جواب داده که تمی زخم شالود خون آلود از شرافتتان باشه که مرا شفاخانه جواب دادن. چشم گریان پر اشک پر دخترک ما گرفتم به خانه در خوردم آمدم. همه تا زخمایش در خانه خودم پاسبان گذاشتم. شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. خودم زخمای دخترم پاسبان میکنم. الله میگم تو آوردی من میکشم. خدا از صبر اجرش مرا. الله اکبر الله متعال در مقابل این مشکلات عظیم کل شما را صبر نصیب کنه و تقاضای من دوستایی است که هر کدامتان دعا کنین اول برای خواهر عزیز که خدای متعال صحتشان خوب کنه و در مقابل زی هر کسی که از توانش هر چند میرسه 10 روپیه 20 روپیه ما در خدمت هستیم که همین مسائل تداویش پیش بریم، به خاطر که اینا امکاناتشان بسیار زیاد پایین هستند. خواهر جان چطور هستی؟ خوب هستم. زیاد درد داری؟ زخمم درد میکنه. شبانه استراحت کرده میتونی؟ نه شبم خواب ندارم. الله متعال برات صحت کامل نصیب کنه. انشالله خوب میشی، خداوند توسط زی مقامت بلند میکنه. درست است؟ پیغمبر ما میگه مریضی گناه های انسان رو میتکنه و در الله متعال پاک صفا انسان حضور پیدا میکنه. دیگه ما شما صبر کنیم در مقابل مصیبت ها، الله متعال صبر نصیب کنه. الله آمین. چی گفتنی داری مادر جان؟ چلی از مطلب از فاش دارم فاجم کمک کنم جور شم. دوستان عزیز، شما انشالله با هر افغانی که در نظر بگیرین انشالله که مزدش در نزد الله متعال است و سبب ازی میشه که خداوند مقام شما را بلند ببره و در این شرایط ما نبایدی عزیزان خدا تنها بگذاریم. ما مادر جان دیگه زیاد زحمت نمیتیم، خوارک ما را خود دانم میفهمیم درد زیاد است، خداوند سبب ساز است. انشالله از خزانه غیب برای خواهر خود دعا میکنیم که الله صحتش کامل بسازه. ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت یک دفعه دیگه حضور پیدا کرده بودیم
فعلا دوستا یک مقدار پیسه را بر شما کمک کردن. ایره بر شما میتیم که حداقل توسط زی پیسه شما همون وسایل گرم کردن و بعض خوراکایی که بری خوراک ضرورت است بگیرین. انشالله که خدا مهربان است. این پیسه خداوند کمک 5000 افغانی را دوستا کمک کردن انشالله. عزیزان گرانقدر، شما این حالت دشواری خوار خود در تصویر مشاهده میکنین. ما بر شما صدا میکنم هر کدامتان هر روپی که بفرستین ما بری خانواده میرسانیم. انشالله که خیانت دی صورت نمیگیره تا الله متعال سبب کنه که به خیر صحتشان خوب شود. دیگه از این بیشتر خوارک خدا آزار نمیتیم. شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.